سلام. هر مسئولی تو این مملکت بره مرخصی به ضرر ماست، چون یه سوژه از سوژه هامون کم میشه. حالا فکرشو بکنید مجمع تشخیص مصلحت نظام کلن رفتن تعطیلات تابستانی که خستگی یک سالشون رو در کنن. درسته که خیلی خسته شدید، از بس مصلحت اندیشیدید، منتها انصافاً این یه ماه چه کنه ملت و مملکت در نبود شما؟ مصلحت ها رو کی تشخیص بده؟ این همایش باشکوه 10-12 نفره درباره روانپزشکیه. بخش‌های روانپزشکی و تخصص روانپزشکی ترفیع مالی ندارن و نمیتونن بهره‌وری زیادی برای پزشکا داشته باشن. حالا اگه همایش جراحی بینی بود احتمالاً از در و دیوار آدم میرفت بالا. میدونستید تو جراحی بینی تو دنیا دومیم؟ 10 روز قبل همه انواع نظرات و آرا و پیشنهادات نهایتاً فرمانده نیروی انتظامی به عنوان دبیر ستاد تعیین شد. 10 روز بعد وزیر کشور دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر شد. وزارت کشور وزارتخانه حاکمیتی و فرابخشی اتفاقا وقتی این مسئولیت یک کار میشه همسایی ایجاد میکنه و خیلی کار بهتر پیش میره. با این تصمیم اتفاقا این درخواست خود مولای وزیر که مسئولیتون اینا شما دیگه کاری نداشته باشید. این تصویر مجمع محترم معتادان و فروشندگان مواد در عدلاجان تهران که بیچاره‌ها سرگیجه گرفتن. بالاخره کی قراره باشون مبارزه بکنه؟ وسط این مباحث عمیق یکی از مدیران سازمان که خواستنامش فاش نشود این تصویر رو فرستاده که ببینید چه خروسی، چه مردونگی، نمیدونم از این حرفا. حالا من نمیدونم این مدیر ما خروس درونش خیلی زنده است یا با ما شوخیش گرفته، وگرنه من چی بگم درباره این تصویر. امیدواریم که برای استقبال از مهمه چه قرار کردیم برنامه‌ریزی پیش کنشه فرق کنشه و اصلاح مشروع مسائل و موضوعات که می‌باید برای این تغییر با توجه به نظام 6 سیاسی که انشاءالله اصلا تشکیل بحث خواهیم داشت همه عمومی برای فروش‌های شکوهمندانه برای فصل مسائل کاملا پیشبرنده انشاءالله انشاءالله انجام شود. ما که نفهمیدیم این آقا چی گفت، منتها خدا کنه منظورش این باشه که سرانه ماهی 1500-2000 تومان برای هر دانش آموز قرار امسال بالا بره. به مبارکی بالاخره سران سه قوه بعد حدود 6 ماه 2-3 ساعت کنار هم نشستند و یه هفته‌ای اعصاب سیاسی مملکت آروم بود. راستش ما هم مثل شما نفهمیدیم تو جلسه‌شون چی گذشت، اما به هر حال ثابت شد که میشه کنار هم نشست، اختلاف سلیقه‌ها رو حل کرد و اونا رو میون مردم نکشید. یه پیشنهاد آقایون، بد نیست جای این همه جلسه رنگ و رنگ جای 6 ماه یه بار، ماهی یه بار جلسه بذارید، اختلاف سلیقه‌ها رو حل کنید. منتها نه اینکه 2 روز بعد اطرافیان یا برخی سایت‌ها دوباره تو گوشتون دروغ و راست ببافن همه عهد و رفاقت‌ها یادتون بره ها. یکی از مقامات یکی از کشورهای عربی که اسمشو نمیارم، به یه مقام ایرانی که بازم اسمشو نمیارم گفته بود ما تو جلساتمون با هم دعوا میکنیم، جلوی مردم میگیم و میخندیم، ولی شما ایرانی‌ها برعکسید، تو جلساتتون با هم میگید و میخندید، جلوی مردم دعوا میکنید. احساس نمی‌کنین که کالای چینی به ویژه در بخش بی‌کیفیتش از سر روی بازار داره بالا میره؟ ببینید این مطلب رو ما با مسئولان کشور چین مطرح کردیم. اونها اولا نسبت به خدشه‌دار شدن نام کشورشون در کشور ما بسیار ناراحت بودن. از ما خواستن که کالاهای مختلفی که با برندهای متفاوت فاقد کیفیت هستن رو بهشون معرفی بکنیم. لابد صحنه اینطوری بوده، افقهی اینور نشسته، چینیه اینور. افقهی میگه مثلا لین جان خبر داری بازار ما پر شده از جنس بنجل چینی؟ چینی با تعجب میگه جدی میگی بابک؟ بابک همون آقای افقهیه. به جان یه دونه بچم سانچو که میخوام دنیاش نباشه من اصلا روحم خبر نداره، حال تو فقط اسما رو بده من میدم همه رو جمع کنن. ببین چه سیاکاری بوده اون چینیه. عجیبترین کالای چینی که در کشور دیدین یا به گوشتون خورده چی بوده؟ همین اخیراً نخود لوبیایی که شنیدم از چین وارد شده یا سیری که از چین وارد شده. مویز، پسته، تسبیح، سجاده، عسل رو هم اضافه کنید. عجیبترش هم من تو شانگهای دیدم. ایشون یه خانم چینیه که لباس ایرانی پوشیده. ظاهراً چینی‌ها خانم‌های ایرانی هم تونستن کپی بزنن.
فکر میکنید این که بهش گفتن حرف نزن کیه؟ من هر چه فکر کردم دیدم احترام اونایی که به من گفتن حرف نزن واجبه، اما دیدم اوجب اینه که حرف بزنم. بله، اسفندیار رحیم مشایی. اتفاقا من هم معتقدم اوجب واجبات این آقای مشایی حرف بزنه. آقا بذارید بنده خدا حرفشو بزنه. حیف نیست از این اندیشه ها بی بهره بمونیم؟ حیف نیست؟ شک نکنید این سخنان از مسائل پیش پا افتاده‌ای مثل وحدت و آرامش سیاسی و این حرفا مهمتره. شک نکنید. نقد منظوم صدا و سیما در مجلس. تلاشتان اگرچه قابل تقدیر و تمجید است، ولی در کارتان هم گاه ضعفی می شود پیدا. چه زیبا می شود مدعو هم دیروز هم امروز هم فردا، اگر باشند سخنور فاضل و آگاه و با تقوا. احسنت، هم نقد زیبایی بود، هم نشون داد انصافاً جناب دلخوش ملک الشعراییه که هنوز کشف نشده. خبرایی منتشر شده که محسن رضایی و احمدی نژاد با هم دیدار کردند و خلاصه ماچ و بوسه و رفاقت. من نمیدونم چه خبره توی این مملکت. اونایی که با هم سرسنگین بودن دارن با هم آشتی میکنن. اونایی که با هم آشتی بودن کم مونده با هم قهر کنند. اوضاعیه ها.